رسول اکرم گفتن من سعادت ابن آدم ثلاث، در بعضی روایت 4 آمده است. خوشبختترین مرد دارای 3 چیز است، بعضیا دارای 4 چیز گفتند. یکی زن خوب، دوم خانه خوب، سوم سواره خوب، در بعضی روایت 4مش همسایه خوب آمده است. کسی همین 4 چیز داشته باشد خوشبختترین مرد است. خوشبختترین کدام داری خوش به حالت بدلت خرسان شد. کامت که نداری اگه دعا کن که خدا از امینا اگر بونصیبت کنه تو از جمله خوشبختترین مردکا هستی. ماشین خوب، خانه خوب، زن خوب، همسایه خوب، یعنی 4 چیز. این حدیث پیغمبر است.